دوستان، به رشته های سکوت خوش اومدید. جایی که سکوت و اندیشیدن سرآغاز راه خرد است. تصور کنید زندگی داشته باشید که در اون نه به دنبال افراط برید و نه درگیر تفرید بشید. زندگی که همیشه در تعادل قرار داره و به خوشبختی و آرامش واقعی دست پیدا میکنید. به نظرتون همچین چیزی ممکنه؟ ارسطو، یکی از بزرگترین متفکران تاریخ، معتقد بود که این کاملا ممکنه و کلیدش در یک اصل ساده اما عمیقه: Golden Mean یا اعتدال طلایی. ارسطو میگفت که خوشبختی واقعی زمانی به دست میاد که بتونیم بین افراط و تفرید تعادل ایجاد کنیم و این تعادل رو در تمام جنبه‌های زندگی، از احساسات گرفته تا تصمیم گیری‌های روزمره، پیدا کنیم. و ما امروز تو این قسمت میخوایم با این ایده اعتدال طلایی آشنا بشیم، ببینیم چطور این مفهوم میتونه به ما کمک کنه زندگی متعادلتر و معنادارتری داشته باشیم و چرا این ایده حتی بعد 2400 سال همچنان واسه ما مهمه. پس بریم که با هم به دنیای فلسفه سفر کنیم و ببینیم که ارسطو به ما چی یاد میده. خب، قبل اینکه شروع کنیم به این مطلب اشاره کنم که توی این پادکست همه چیزهایی که میشنوید بر اساس منابع معتبر فلسفی و تاریخی ترجیحاً انگلیسی جمع آوری شده و تفسیر شخصی بنده نیست و هدف من فقط ارائه مفاهیم به زبانی ساده و کاربردیه، بدون دخالت هیچ گونه نظر شخصی. و اما بریم ببینیم ارسطو کی بود. ارسطو در سال 384 پیش از میلاد در استاگیرا، یکی از شهرهای یونان باستان، به دنیا اومد. اون شاگرد افلاطون بود و بعدها هم معلم اسکندر مقدونی شد. ارسطو یکی از جامع‌ترین متفکران تاریخ بود و در زمینه‌های مختلفی مثل فلسفه، اخلاق، سیاست، علم و هنر آثار ماندگاری خلق کرد. ارسطو بیش از 200 اثر نوشت که متاسفانه بسیاری از اونها از بین رفتن. اما همون آثاری که باقی موندن پایه‌های فلسفه غرب رو شکل دادن. ارسطو در کتاب معروفش اخلاق نیکوماخوس درباره موضوعاتی مثل فضیلت، خوشبختی و اعتدال صحبت میکنه که ما امروز به یکی از این ایده ها میپردازیم. اما قبل اینکه بریم سراغ این مفاهیم یه نگاهی بندازیم ببینیم که در زمان ارسطو تو بقیه دنیا چی میگذشت. ارسطو در اوج شکوفایی فرهنگ و فلسفه یونانی بود و اسکندر مقدونی شاگرد ارسطو بود و در همین زمان امپراتوری عظیمی رو از یونان تا هند بنا کرد. در زمان زندگی ارسطو ایران تحت فرمانروایی اردشیر سوم و سپس داریوش سوم بود. امپراتور هخامنشی یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین تمدن‌های زمان خودش بود که با یونان در جنگ‌های مختلفی درگیر شد. در همون دوره‌ها در هند متفکرانی مثل بودا و جانشینانش به تعالیم اخلاقی و فلسفی می‌پرداختند و در چین فلسفه کنفوسیوس و تائوئیسم همچنان تأثیرگذار بود. و اما بریم ببینیم مفهوم اعتدال طلایی چیه. ارسطو در فلسفه‌اش معتقد بود که بهترین راه برای داشتن یک زندگی شاد و با فضیلت پیدا کردن تعادل بین افراط و تفریطه و این تعادل رو با نام اعتدال طلایی معرفی کرد و اون رو اینطور معنا میکنه که هر فضیلت اخلاقی یک نقطه تعادل بین دو حالت افراط و تفریطه. مثلا شجاعت نقطه تعادل بین ترس زیاد و بی‌پروا بودنه، یا سخاوت نقطه تعادل بین خساست و ولخرجیه. اگه بخوایم مثالای ساده‌ای واسش بزنیم، مثلا تو روابط اجتماعی اگه خیلی کم حرف باشید ممکنه دیگران فکر کنن علاقه‌ای به ارتباط ندارید. اگه بیش از حد پرحرف باشید ممکنه دیگران حس کنن که به حرف‌هاشون اهمیت نمیدید. اعتدال طلایی یعنی به اندازه صحبت کنید و به دیگران هم فرصت بدید. یا مثلا تو کار و زندگی اگه تمام وقتتون رو صرف کار کنید ممکنه سلامت و روابطتون آسیب ببینه. اگه هم خیلی بی اهمیت باشید پیشرفتی نخواهید داشت. تعادل اینه که بین کار و استراحت زمان مناسبی اختصاص بدید.
ارسطو معتقد بود که هدف نهایی زندگی رسیدن به خوشبختیه. اما این خوشبختی فقط در لذت‌های مادی یا لحظه‌ای نیست، بلکه در زندگیه که با فضیلت، تعادل و خودشناسی همراه باشه. مثلا تصور کنید که کسی همیشه در حال یادگیری و رشده، اما این یادگیری رو با استراحت، تفریح و ارتباط با دیگران متعادل میکنه. این فرد میتونه به خوشبختی واقعی دست پیدا کنه. و اما مثل هر فلسفه دیگه‌ای، نقدهایی به فلسفه ارسطو در این رابطه هم وارده. برخی معتقدن که ایده اعتدال طلایی خیلی کلیه و نمیتونه برای موفقیت‌های پیچیده مدرن مثل تصمیم گیری در مسائل تکنولوژی یا سیاست راهنمایی مشخصی بده. و خب هواداران این فلسفه میگن ارسطو نمیخواست قوانین مطلق ارائه بده، بلکه میخواست چارچوبی انعطاف پذیر برای تفکر اخلاقی فراهم کنه. برخی دیگه از منتقدان میگن که تعادل برای هر فرد میتونه متفاوت باشه. مثلا چیزی که واسه یه نفر شجاعانه است ممکنه برای یه نفر دیگه بی‌پروایی به نظر بیاد. اما ایده های ارسطو کجای زندگی روزمره ما هستن؟ اعتدال طلایی میتونه توی تعادل رفتار به ما کمک کنه. به افراط و تفریط‌های رفتاری خودتون دقت کنید و سعی کنید که به نقطه میانه برسید. مثلا اگه احساس میکنید که بیش از حد وقتتون رو صرف کار میکنید، زمان بیشتری رو به استراحت و خانواده اختصاص بدید. این ایده همچنین میتونه به پرورش عادتهای خوب کمک کنه. ارسطو میگه که فضیلت با تمرین و تکرار ایجاد میشه. مثلا اگه میخواید که سخاوتمندتر بشید، با کمک‌های کوچیک شروع کنید و به تدریج این عادت رو توی خودتون پرورش بدید. اعتدال طلایی میتونه تو تصمیم گیریامون هم به ما کمک کنه. مثلا قبل از هر تصمیم از خودت بپرس آیا این تصمیم در حد تعادله یا به سمت افراط و تفریط میره. و در نهایت اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، ارسطو به ما یاد میده که زندگی متعادل کلید خوشبختی و فضیلته. ایده اعتدال طلایی نه تنها در زمان خودش بلکه تو دنیای مدرن هم میتونه راهنمایی برای داشتن زندگی آگاهانه تر و با آرامش بیشتر باشه. و این بود یه معرفی خیلی ساده از ایده اعتدال طلایی ارسطو. اما فلسفه ارسطو فقط به این موضوع ختم نمیشه. اون درباره خوشبختی، دوستی، آموزش، حتی سیاست ایده‌های جذابی داره که هنوز هم میتونن زندگی ما رو بهتر کنن. امیدوارم که از این بخش بسیار بسیار کوچیک از فلسفه ارسطو لذت برده باشید و خوشحال میشم که اگه نظری راجع به ارسطو و فلسفه‌اش دارید توی کامنت ها با من به اشتراک بذارید تا با همدیگه بیشتر یاد بگیریم. و در پایان واسهتون آرزو میکنم که متعادل و شاد و با فضیلت باشید و یادتون باشه که خوشبختی در تعادله. تا رشته سکوت بعدی به جستجوی معنا ادامه دهید.